میسازه، بیدار و شب کار میسازه، اندیشه راهشو پیدا میکنه، مرور در تاریکی رو میکنه. باور تو یکم مرورش کن، شک کن، بپرس و نقدش کن، یاد بگیر اصلا کاری نداره، فکر نگاه نور رو به شب میاره. معمولا الان دوستان شاید دستشون اومده که ما قبل از اینکه یک لایو جدی بذاریم و مسئله رو کاملا علمی و با اون فرمت بازاندیشی بخوایم بررسی کنیم، یه جلسه خودمونی شب قبلش که میشه جمعه شب مثل امشب میذاریم که دوستان بیان آشنا بشن، وقتشون رو چک کنن، سوالی دارن، با اون فریمورک کار آشنا بشن. در نتیجه هدف امشب هم همینه که ما قراره بگیم که فردا شب میخوایم چیکار کنیم، موضوع چیه و خودمونی گپی بزنیم دیگه. تو ادامه بده لطفا. عالیه. ببینید من اینجا اومدم یه کامنت گذاشتم معرفی جلسه فردا گیاهخواری، چون مثل این که یه سری از دوستانم گفته بودن لایوای شما ما میایم توش نمیدونیم اصلا تاپیک چیه، تایتل چیه. شما اینو میتونید پین بکنید که دوستانی که جدید میان بدونن راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. بالاخره هر لایو باید یه عنوان داشته باشه. حالا ما همه چی راجع به همه چی صحبت میکنیم، ولی حداقل عنوانش رو میتونیم این بذاریم، چون بحث اصلیمون راجع به جلسه فردا و معرفیش هست و جلسه فردا هم عنوانش گیاهخواریه. درست شد؟ دیگه کوتاه‌ترین حالت. بله بله من الان پین شدم. بله عالی. خب ما فردا ساعت 8 روی گوگل میت، دوستانی که از قبل بودن جلسات ما رو خب قطعا اطلاع دارن، دوستانی هم که الان دارن ما رو میبینن یا بعداً این لایو رو خواهند دید، بدونید که ما تقریبا هر هفته سعیمون اینه که هر هفته جلسات آنلاین برگزار میکنیم روی پلتفرم گوگل میت و هفته پیش یه بحث جدیدی رو شروع کردیم به اسم گیاهخواری با حضور دکتر بهمران و دکتر علوی. دکتر علوی زیست شناس هستن، دکترای زیست شناسی دارن از فرانسه و گیاهخوارن. حالا توی این بحث یه جوری پیش رفت که ایشون شدن مدافع گیاهخواری و مدافع 100% گیاهخواری هم هستن، تبلیغات میکنن، کانالای مخصوصشو دارن، کانالای فوق العاده قوی. انجمن گیاهخواران ایران عضو هستن، انجمن تغذیه طبیعی اروپا رو عضو هستن، عضو فعال هستن و به منم گفتن که توی معرفی حتما بگم این موضوع رو. و بله تألیفاتی دارن، تحقیق میکنن راجع به این موضوع و یعنی یک گیاهخوار معنوی و اخلاقی صرفا نیستن، گیاهخواری هستن که به طور علمی این قضیه رو دنبال میکنن و البته تبلیغ. و از اون طرف هم دکتر بهمران رو داشتیم که یه جوری در مقام نقد گیاهخواری اونجا ظاهر شدن و ایشون هم مطالب علمی رو مطرح کردن بر اساس تحقیقاتی که داشتن و حالا ماییم که این وسط باید ببینیم قضاوت بکنیم و بعدش تحقیق، یه جرقه‌ای حداقل بخور. مناظره معمولا همین جوریه دیگه، سختیش رو دوش ما شنونده است. دو طرف از موضع خودشون مطمئنن، معمولا هم تغییر نمیکنن. یعنی من مناظره‌ای ندیدم که آخر اون مناظره یه نفر بگه که بله حق با شما بود. ما شنونده باید تشخیص بدیم حق با کی هست بر اساس حالا هم صحبتایی که توی اون جلسه آنلاین خواهیم شنید. اگر جلسه پیش رو از دست دادید توی یوتیوب بازاندیشی هست، حتما برید ببینید. قبل از جلسه فردا جلسه 1 اونجا هست و بعدش هم میتونیم بریم تحقیق بکنیم ببینیم حق با کدوم یک از این دو بزرگوار هست. حالا به این دلیله که
ما حالا نمیخوام اشاره بکنم به خود این مناظره لزوما، کلا مناظره هایی که من دیدم یک طرف از یا هر دو طرف از مطالب غیر علمی هم استفاده میکنن. چرا؟ چون اونجا یه جوری باید متقاعد کنن شنونده و طرف مقابل رو، بعضی وقتا دیگه به هر قیمتی مجبورن که یه سری مطالب غیر علمی رو دستاویز قرار بدن. برای همینه که من میگم تحقیقی که من شنونده بعد از اون جلسه میکنم مشخص میکنه که کدوم یک از این گزاره ها علمی یا غیر علمی بود. مسئولیت ماست واقعا. نباید نگاه کنیم ببینیم ایشون مثلا داره ارجاع میده، میگه بله فلان مقاله هست، خب منم باید برم تحقیق کنم ببینم واقعا این مقاله وجود داره یا یه ادعا بوده برای اینکه اون مناظره رو پیروز بشن. و من این کار رو کردم. حالا همه اینا رو گفتم که بگم جلسه فردا راجع به چیه. جلسه فردا یه بخشش که حالا من طرح موضوع میکنم همین هست که مطالبی که در جلسه اول مناظره گیاهخواری عنوان شد کدومش غیر علمی بود و کدومش مغالطه آمیز بود. خب و در کل طرفداران گیاهخواری و مخالفان گیاهخواری معمولاً از چه مطالب خوشگل جذابی استفاده میکنن که غلطه. حالا غلط بودنم دو مدله، یا استدلال غلطه که ما اسمشو میذاریم مغالطه، یا اون اینفورمیشن، اون مطلبی که ظاهرا به نظر علمی میاد غلطه و علمی نیست، مثلا علم همچین چیزی رو نگفته که اسمشو میذاریم میس اینفورمیشن. این دوتا رو من پیدا کردم، یه لیست بلند بالایی هم شد. میگم لزوما مال جلسه اولمونم نیستا، کلا میخوام بگم که گیاهخواران و مخالفین گیاهخواری از چه مغالطات و از چه میس اینفورمیشن هایی استفاده میکنن. جلسه فردا خیلی بهتون کمک، من کار شما رو راحت کردم، یعنی تحقیق رو من اومدم کردم، فردا مستدل و مستدرک، یعنی با ارائه مدرک خدمتتون ارائه میدم که ببینید آخر حق با کدوم یک از این دو موضع هست. شما بفرمایید آقای دکتر. حرفی ندارم، عالیه. به نظرم جلسه خیلی خوبی خواهد بود. میدونم که کم و بیش دغدغه همه ما جدا از مشکلات روزمره فرهنگی، اقتصادی و همه رنج و اندوهی که همه ما به نوعی داریم میکشیم، جایی اگه باشه برای تفکر، جایی اگه باشه برای اینکه ما مغزمون رو و دانشمون رو یک کوچولو تقویت کنیم یا حداقل سرمون رو گرم کنیم به مباحث جدی‌تر، روشن فکرانه تر، میشه گفت گیاهخواری، گوشتخواری، رژیم غذایی، آنچه میخوریم، چه غذایی خوبه، بده، واقعا جلسه فردا حتما میتونه کمک کنه. من وقتی اینستا رو میبینم تو اکسپلور گاهی وقتا چقدر این غذا، اون غذا، اینو بخوریم، این بده، اون خوبه، این برای بدنمون خوبه، اون مضره، آیا میدانستید که چنین و چنان، و تبلیغات گیاهخواری و گوشتخواری به یه معنای دیگه اونقدر زیاده که ما واقعا سعی کردیم که یک کوچولو یه چراغ قوه‌ای دستمون بگیریم و تا جایی که زورمون میرسه و بضاعتمون هست نشون بدیم که در واقع هر دو گروه، چه ادعاهای احتمالاً گزاف، احتمالاً غلط و به هر دلیل کار به نیتشون واقعا نداریم، کار به شخص هم نداریم، ما بیشتر رو خود استدلال ها تمرکز خواهیم کرد و یه ایده ای رو مطرح میکنن عزیزان و ما میایم منطقی و بر اساس تحقیقاتی که شده، علم به ما گفته، در حدی که میتونیم نقد میکنیم که شمایی که ما رو میبینید بتونید راحت تر قضاوت کنید. بله حتما همین. یه چیزی رو من اضافه کنم، میکنم صدای من استاد حالا یه درست میشه خود به خود یا شما یه تغییری ایجاد کنید. آره چون گذاشتمش روی این چیه همیشه اینجوری میشه. الان فکر کنم دیگه 1 2 3 آره. الان خوب شد. آره میخواستم بگم که من به نظرم این مبحث گیاهخواری
مثل آره میدونم نویز داره. الان درست شد دیگه. خانم ام و یک شماره، خانم منصوره هستن احتمالا. الان درست شد. آره. گیاهخواری صرفا یک بستری هست، یک بهونه‌ای هست برای اینکه ببینیم ما در معرض این اطلاعاتی که قرار میگیریم توی سوشال میدیا، توی نمیدونم مهمونی این ور اون ور، بدونیم چجوری تفکر نقادمون رو به کار ببندیم. یعنی من به شخصه برام زیاد اهمیت نداره که در نهایت این سلسله جلسات گیاهخواری بازاندیشی میره به سمت گیاهخواری یا میره به سمت مخالف گیاهخواری که حالا همه چیز خواری هست. نتیجه زیاد مهم نیست برای من. هیچ تعصبی هم ندارم که بخوام از یک کدوم دفاع بکنم. تنها چیزی که من روش تعصب دارم و برام مهمه که این وسط تمرین بشه و جا بیفته این هست که روی کرده یه انسان به یک موضوع چگونه از تفکر نقاد بگذره. همین. یعنی ما یه سری ادعاها راجع به گیاهخواری میشنویم، یه سری ادعاهای دیگه راجع به فلان رژیم میشنویم، علاوه بر این که خود این موضوع خیلی مهمه چون مستقیم با سلامت انسان سر و کار داره در اولین وهله. دوما با اخلاق و با محیط زیست هم باز مستقیم ارتباط داره. اصلا از اهمیت این موضوع خیلی واضحه، نباید صحبت کرد. ولی بخوام بگم که جدا از این، اون رویکرد ما که منطقی باشه و تفکر نقاد باشه مهمتر از همه اینها هست که آخرش چی بخوریم؟ کباب بخوریم یا کلم بروکلی بخوریم؟ خیلی اون تفکر نقاد اینجا خوب میشه تمرینش کرد. ما اینم دوباره عرض بکنم که بالای 15 ساعت آموزش تفکر نقاد داریم که از این 15 ساعت 5 ساعتش رایگان روی یوتیوب هست به اسم تفکر نقاد 1 تا 5. رایگان برید ببینید. و 10 قسمتش که عمده بحثم همونجا انجام شده به صورت پکیج به زودی تا آخر خرداد ماه روی سایت بازاندیشی ارائه خواهد شد و اونجا ما یه سری تئوری هایی رو گفتیم، مبانی تفکر نقاد رو گفتیم. توی این بحثای این چنینی مثل گیاهخواری هست که تمرینش میشه کرد. دقیقاً تمرین تفکر نقاد. نکته بعدی این هست که تو طول این مدت 2 هفته اخیر من با 4 نفر صحبت کردم. بعضیاشون تو کامنت های اینستا بود، بعضیاشون تو دایرکت بود، توی کانال تلگراممون بود. یکی از دوستانم که تلفنی منو پیدا کردن توی بازاندیشی و با من تماس گرفتن و نشستیم چند دقیقه، نزدیک 1 ساعت با هم صحبت کردیم. این 4 تا عزیز بعضیاشون طرفدار پروپا قرص گیاهخواری بودن، بعضیاشون هم برعکس میگفتن اصلا گیاهخواری معنی نداره، وقتی که طبیعت انسان گوشتخوار هست، وقتی که ما میلیون ها با تحقیق و اطلاعات هم صحبت میکردن. ما چندین میلیون سال هست، نزدیک 3 میلیون سال هست که انسان داره گوشت میخوره. این پدیده جدید مدرن غربی، حالا من واژه ایشون رو میگم، سوسول معابانه چیه شما باب کردید دارید تبلیغشو میکنید. حالا ایشون فکر میکنه ما داریم تبلیغ گیاهخواری رو. این جلسات چی هن دیگه؟ با هر 4 تا عزیز من صحبت کردم و یکی از بخشای جلسه فردا دقیقاً همین هست که صحبتای این 4 تا دوستمون رو که میشه مثلا حالت تحقیق میدانی من بود دیگه، صحبتای اینا رو من میام اونجا نقد میکنم. به خودشون هم گفتم قراره همین حرفایی که اینجا زدید رو، حالا من اسم از شما نمیبرم لزوما، ولی همینا رو من میام نقد میکنم با تفکر نقاد، ببینیم که بعد خودتون هم حضور داشته باشید. اگه من جای اشتباه میکنم همین تفکر نقاد، آدم میتونه اشتباه هم بکنه، شما بیاین منو نقد بکنید. ولی اگه میخواین منو نقد بکنید منو نفرستید سراغ منابع غیر علمی، بگید که حرف تو با حرف آقای صادق هدایت در کتاب گیاهخواری منافات داره. نه، این پذیرفته نیست. یا کتاب آقای آوانسیان ایشون گفتن فلان، شما ولی میگید نه.
با خود تفکر نقاد من رو نقد بکنید. نکته بعدی این که دوستانی که نمیدونن چجوری تو جلسات ما حضور داشته باشن، ما همه کانال هامون لینک جلسه فردا که لینک گوگل میت هست رو گذاشتیم، یا امشب میذارم، یکی دو جا گذاشتم، بقیه هم امشب میذارم توی استوری همین پیج بازاندیشی آندرلاین ORG و توی استوری پیج دکتر بهمرام DR.بهمرام. همیشه ما یک روز قبل یا یک شب قبل از جلساتمون اونجا لینک رو میذاریم و شما همون ساعتی که اونجا نوشته که حالا این دفعه ساعت 8 شب هست، شنبه 3 خرداد، وارد شید. 10 دقیقه بعد از شروع جلسه امکان ورود نخواهید داشت. این دفعه اولین باره که میخوایم این رو هم اعمال بکنیم، یعنی اگه یه رو بعدش بیاین امکان ورود نخواهید داشت، به این دلیل که ما توی تنظیمات این امکان رو بستیم. خیلی از دوستان بودن که یه رو به آخر مثلا می اومدن، بعد میگفتن این بحثتون خیلی قاطی پاتیه. گفتم خب شما زودتر بیای تا براتون قاطی و گیج کننده نباشه. بنابراین اگر میخواین لایو حضور داشته باشید به موقع تشریف بیارین، لطفاً برنامه ریزی بکنید براش. همونطور که ما میشینیم یک هفته تلاش میکنیم و منبع جمع میکنیم و مطلب جمع میکنیم، یه توقع کوچیکی هم از شما داریم، اینه که لطفاً به موقع تشریف بیارید. نکته بعدی هم اینه که ویدیوهایی رو که توی کانال تلگرام بازاندیشی گذاشتیم فردا نقد خواهند شد. یه مقداری یه گریزی به اونا میزنیم. ویدیوها رو اگه از قبل ببینید زیادم نیستن و یک ویدیو 16 دقیقه‌ایه که مخالف گیاهخواریه ولی با تفکر نقاد و علم، نه صرفا ادعا. یک ویدیو هم به صورت مناظره هوش مصنوعی. خودتون دیدین آقای دکتر اینو، مناظره هوش مصنوعی رو؟ بله، من یکی دو تاش رو دیدم. آره، حالا کلش تو تلگراممون هست، ولی تو اینستاگراممون پارت پارت گذاشتم، 6 تا پارت که در کل حدود نیم ساعت میشه. خیلی این مناظره جالبیه. حالا یکی از دلایلش هم همین هوش مصنوعی بودنشه، به خاطر اینکه تعصبی وجود نداره، مطلب غیر علمی وجود نداره و حتی نمره هایی هم که میدن باز سوگیرانه نیست و به نظر من منطقیه. همه چی با هوش مصنوعی داره میره جلو، نمیتونیم بگیم هوش مصنوعی مثلا طرف این ور رو بیشتر داشته. واقعا بعضی از دوستان اومدن نوشتن که نمره‌هایی که هوش مصنوعی 4 تا هوش مصنوعی متفاوت به صحبت‌های این مدافع و مخالف گیاهخواری میدن سوگیرانه است، ما قبول نداریم این رو. در صورتی که به نظرم مگر اینکه تو پرامپت هوش مصنوعی بهش بگیم که به گیاهخوار 2 نمره بیشتر بده، در غیر این صورت منطقی نمره میده هوش مصنوعی، چون تعصب نداره، چون احساساتی نداره که مثل انسان به یک طرف تمایل داشته باشه. درسته؟ بله، مگر این که تو داده های اولیه جوری صحبت شده باشه یا تلقی اتفاق افتاده باشه که به نفع یکی رأی بده. هرچند من به شخصه سر این که آیا میشه یک کیفیت یک گفتگوی اخلاقی فلسفی رو بشه با نمره سنجید، یکم تردید دارم. 2، فاصله این نمرات نهایتا سر نیم نمره یا 1 نمره برنده رو تعیین کردن رو هم من حالا نمیپسندم خیلی. چرا؟ چون اینکه اون نیم نمره، اون 1 نمره‌ای که سر هر بحثی به هر کدوم از سایدها داده میشه بر اساس چه معیاری هست، بیشتر منطق هست یا شواهد هست یا هر کیفیت دیگه‌ای، بیشتر حالت اون رقابت و کامپیتیشن مد نظره. به نظر من خیلی اطلاعات خوبی رو از 2 ساید میشه گرفت، یادداشت کرد، فکر کرد بهش، ولی اینکه لزوما کدوم ساید برنده میشه، ما همچنان گوشخوار داریم، همچنان گیاهخوار داریم و در واقع واقعیت بیرون با برنده و بازنده بودن معین نمیشه. حتی من سر اینکه
آیا ما اطلاعات از طرف مقابل داشته باشیم از مخالف یا حزبی که نمیپسندیم، دین و مذهب و مرام و مسلکی که نمیپسندیم، آیا این باعث میشه ما عرض می شود که منصفتر باشیم؟ هم خیلی جالبه. من این تیکه رو بگم بعد عرفان جان تو ادامه بده. اومدن دو گروه آدما رو آوردن، اونایی که مثلا حزب الف رو حمایت میکنن و گروه ب هم حزب مخالفش رو. اومدن به مدت چند هفته فقط گفتن شما از اخبار و اطلاعات حزب مخالف تو خبر به تو میرسه، اسمس میرسه، اون برنامه ها رو در طول این 2 ماه ببین. و به طرف مقابل هم همینو گفتن. و خب پیشفرض این بود که شاید با داشتن اطلاعات، با داشتن دیدگاه از طرف مخالف، کمی باورهای اولیه تعدیل بشه. یعنی ما فرضمون اینه، ما نمیدونیم اونا چی فکر میکنن. اگه خودمون رو جاشون بذاریم، ما تغذیه بشیم با اطلاعات حزب یا گروه مخالف، ما هم کمی متوازنتر نظر خواهیم داد. و در کمال ناباوری مشخص شد که بله این باعث قطبی تر شدن اون طرفداران اون حزب اولیه میشه. یعنی اونا بیشتر به سمت خودشون و با شدت بیشتری حالت تخاصم یا منفی بودن نسبت به حزب بله اون رو تشدید میکنه. در واقع این هم باز مشکل بشر هست. یعنی اینجوری نیستش که اگه شما من رو بیایید با تمام مدارک و شواهد علمی و متقن و با حد اکثر عرض می شود که اطمینان علمی، با دلایلی نشون بدید که من اشتباه دارم میکنم و به این امید باشید که حالا پس من حرفی ندارم و باور میکنم عقاید من اشتباه بوده و به سمت شما یا به سمت باور درست کشیده میشم، هم متاسفانه در مورد انسان این گونه عمل نمیکنه و حتی ممکنه من متعصب ترم بشم و خشک و دوگمتر هم نسبت به باور خودم بشم. بله دقیقا همینطوره. فکر مطالعه در مورد دموکرات و جمهوری خواهان آمریکا اجرا شده بود. دوباره ذره صدام برمیگرده. من کاری نکردم، شاید یکم خود اینترنت مسئله داره. پس دوباره امتحان میکنم. این دفعه برنگشت. خیلی خوب. آره، 2 تا چیزی که از ملزومات تفکر نقاد هست. حالا من هی میگم تفکر نقاد، شاید دوستان فکر کنن که چرا عرفان تو اون موضوع تفکر نقاد موند، بابا عوض شد موضوع، الان گیاهخواری صحبت کن یا فردا نمیدونم نه، اصلا کلا من به نظرم اگر کل مجموعه بازاندیشی تو همه این جلسات همین تک رسالت رو بهش برسه که ما به همه موضوعات با دید تفکر نقاد نگاه کنیم، ما کار خودمون رو کردیم. یعنی تفکر نقاد تموم نشد، همه موضوعاتی که پس از اون هم خواهیم داشت باز با منظر تفکر نقاد ما قراره بهش نگاه بکنیم. 2 تا از ملزوماتش، یکیش تواضع فکری هست و یکی استقلال فکری. این 2 تا خیلی جالبه، راجبه یه مقدار مرتبط با صحبت اخیر شما هم بود. ما وقتی که تعصب داریم روی یک موضوعی که تو گیاهخواری و گوشتخواری هم زیاد میبینیم این موضوع رو متاسفانه، یعنی تواضع فکری نداریم. یا اون دموکرات یا جمهوری خواهی که متعصب‌تر شدن بعد از اون آزمایش، اون تواضع فکری نداشته، اون یه جا وایساده سفت و سخت و اگر اطلاعاتی از حزب مخالفم بهش برسه میگرده دنبال یه چیزی که بگه نه این غلط بود. اصلا از اونجا داره به همه چی نگاه میکنه. این عدم داشتن تواضع فکری هست. تواضع فکری یعنی همیشه یه جایی وایسی که شکاک باشی، به هم جمهوری خواه هم دموکرات. اگر حزب موافقت هم حرفی زد تو باید با شک گوش بدی. بعدی استقلال فکری چی میگه؟ اینم باز تو گیاهخواری و گوشتخواری زیاد دیدم. یه گروهی تشکیل میدیم، گروه گیاهخواران فلان شهرستان، بعد 2-3 تا الیت گیاهخواری رو
مثلا توی اون گروه وجود دارن دیگه. اینا مطالب قشنگ میذارن، مقاله های قشنگ میذارن، به این کتاب رفرنس میدن، به اون کتاب. بعد اون کسی که صرفاً استقلال فکری نداره و عضو این گروه شده و پایبند به این گروه هم هست، یعنی مدافع گیاهخواری هم هست، حالا تو بحث ما، با خودش میگه که خیلی خب دیگه نیازی نیست من اینقدر تحقیق بکنم و فکر کنم. آقای دکتر فلانی و فلانی دارن تحقیق میکنن، به جای من دارن فکر میکنن. من محصول و چکیده و نتیجه افکار اینا رو که تو گروه میذارن من فقط میخونم و لذت میبرم و هر کی هم گفت حرف تو غلطه میگم برو ببین فلانی چی گفته. یعنی یکی دیگه داره به جا من فکر میکنه. اینو میگن عدم داشتن استقلال فکری، در صورتی که من تو گروه هاشون هم هستم. حالا گروه مخالف گیاهخواری نداریم، وگرنه تو اونم میرفتم ببینم اونا چی میگن، ولی گروه موافقین گیاهخواری رو توی 3-4 تاشون هم هستم و این مطالب رو قشنگ رصد میکنم و میبینم مثل هر چیز دیگه ای تعصب، عدم تواضع فکری و عدم استقلال فکری موج میزنه. 99% افرادی هستن که نه تحقیق میکنن نه تفکر نقاد دارن. حالا طیف اینا دیگه، یعنی تفکر نقادشون کمتر از اون حد قابل قبوله. 2-3 نفرم فقط مطلب میذارن و این مطالب آیا غیر علمی هست یا علمی دیگه توسط اون 99% بررسی نمیشه. بعدیش اینه فقط تایید میشه، لایک میشه، باریکلا های دکتر، به به به، اون دهن شما رو باید بوسید. همه خب توی هر موضوع دیگه دقیقا همین شکلیه. دموکرات و جمهوری خواهش هم همینه. فکر میکنید اون مثلا 40-50% که دموکراتن یا جمهوری خواهن از جمعیت آمریکا اصلا تصوری از واقعا مبانی منطقی این دو حزب دارن؟ نه واقعا. گفتن آقا فلانی مثلا فلان سناتور داره به جای ما فکراشو میکنه دیگه و ایشون اگر دموکراته پس منم دموکراتم. همه ریش و قیچی رو سپرده به اون. تو چه موضوعی با خودمون بیایم صحبت کنیم و بعضی وقتا باید وحشیانه صادق بود با خودمون که ما تو چه موضوعاتی ریش و قیچی رو دادیم یه نفر دیگه و داره به جای ما فکر میکنه و از نتایج تفکر اون ما داریم تغذیه میشیم. این یعنی عدم تفکر نقاد. آره ببین، بشر یه موجود اجتماعیه، یه حیوان اجتماعیه و چون اجتماعی از تنهایی میترسیده خودش رو تو دنیا تنها میدونسته و در واقع مجبور بوده مثل میمونها، مثل بابونها، مثل بقیه حیوانات، فیلها، شیرها به صورت گروهی زندگی کنه که نه تنها امنیتش بره بالا بلکه احساس تنهاییش کمتر بشه. نمیدونسته اون بالا چه خبره، نمیدونسته وقتی دوستی عزیزی میمیره کجا داره میره. میدونی یه دنیای اسطوره‌ای بشر داشته و حس تعلق به یک گروه یکی از اساسی ترین نیازها و رانه های تمدن بوده در طول تاریخ. خب برای همینه که ما اون موقع نسبت به قبیله و گروهمون بودیم، هر کی خارج از قبیله ما بوده غریبه بوده، بیگانه بوده و یه رئیس قبیله داشتیم که اون میگفته بقیه چیکار کنن، ارزش‌ها و قوانین و باورها رو تعیین میکرده، تشویق یا تنبیه میکرده و در واقع این قبیله به قبیله دیگه حمله میکرده برای به دست آوردن منابع بیشتر. خب و بعد که از اون حالت قبیله‌ای رسیدیم به روستا یک جانشینی و بعد شهرنشینی، همچنان این مغز ما گونه ساپینس به صورت گروهی باقی مونده. احساس تعلق براش مهمه. خیلی به ندرت پیش میاد کسی بتونه خود رو یه جورایی از اون گروه و دسته‌ای که طبق فرهنگش، محل تولدش، مذهبش، رنگ پوستش به او تعلق داشته، به انتخابی هم نداشته، جدا کنه و یک فکر و باور متفاوتی رو بتونه توسعه بده. و این آدما شدند
پیشرو، آوانگارد برای تغییرات ساختاری انقلابی در جوامع، کسایی که یه جور دیگه فکر کردن، با وجود اینکه کشیش بوده، مذهبی بوده، اما تونسته منشأ یه تغییرات بزرگی توی علم بشه. در مورد کپلر صحبت میکنم، کوپرنیک صحبت میکنم، کسانی که در اون جامعه تازه جزو قطبی شده های اون جامعه یعنی مذهبیونش بودند. و در واقع چرا الان با وجود همه این پیشرفت ها ما داریم در این قرن همچنان به قول تو پیرو فرد خاصی، یک کالت یا فرقه خاصی میشیم؟ چون در اون قبیله، در اون طبقات احساس تعلق میکنیم، از تنهایی در میاییم. یکی به ما میگه تو هستی، با منی، این شناسنامه رو داری، کنار ما هستی و از مزایای بودن با ما، عدم تنهایی، داشتن یک هویت، یک برچسب، داری سود میبری. ابدا تو نمیتونی با این آدما نظر مخالف و حرف از تفکر نقاد بزنی. خب و این یک نیاز پایه‌ای بشره، متاسفانه البته باید گفت. پس سوال اینه، پس ما داریم چرا تلاش میکنیم؟ چرا داریم روشنگری میکنیم؟ بازاندیشی و تلاش ما به چه سمت و سویه؟ ما دنبال کسایی در واقع میگردیم که نه کاملا متعالی سمت راست هستن و میدونن قرار متفاوت باشن، ماجراجو باشن، دنبال علم و روشنگری باشن، خب، و نه کسایی که واقعا اونور هستن، در هر صورت همینن که هستن. ما دنبال کسایی هستیم این وسط که واقعا صمیمانه، صادقانه، کنجکاوانه دنبال این هستن که علم کجاست، واقعیت کجاست، مدارک و شواهد کجاست و قرار تصمیم بگیرن و دنبال این به اصطلاح کسایی، جاهایی و کتابها و منابعی میگردن که بتونن فرصت انتخاب داشته باشن. ما این وسط قرار گرفتیم و در واقع هر کسی که نیاز به کمک داشته باشه، ادعای بزرگی هم نمی کنم، ما دست اونها رو میفشاریم و سعی میکنیم که آنچه را که هست بدون سوگیری براشون عرضه کنیم. بازاندیشی با هم میاندیشیم، یاد میگیریم و نظر میدیم، فلسفه و روان شناسی